سوره ملک همین میگه غنا بوش برد که گوری پدرش میگم تا فرق خوی شده و آتش برآمد همین خیلی خوشروه کی همین خیلی زیبا و فربه گو پدر جان گو یا اباتی یا تا جان گو در لحد موندن پدر و مادری اجمال قایچی نمیشه بعد مردنش هم وقی آدم میتونه که بعد مردن پدر و مادرش هم نیکی که 15 سالمه خودم در لحد مونده بودم همین قدر زیبا بود همین قدر میسوزون برای من فرمودن که کسی که 71 نیزه بلند میشوه میخیزه 2 رکعت نماز میخونه او شکرانه میکنه درونی آغل ده یک قوچ یک قشخور کلان کردگیم گوشانه که همو را بعد مردن من کشن همو را کشته طعام پزن صحابه با نام سعد می بیاید پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواه که در حق پدر و مادرش بعد مردنش خدمت کنه. ما یک برنامه فقهی داریم در اصول ما نامش ایثاره، یعنی پدر و مادری اجمال قایچی نمیشه بعد مردنش هم وقی آدم میتونه که بعد مردن پدر و مادرش هم نیکی کنه در حق اونها. صحابه پی جناب پیغمبر اومد میخوام که در حق پدر و مادرم خدمت کنم بعد مردگی رفتگیان. جناب پیغمبر امر کردن که چاه کن. هر بار کسی گو از چاهی تا آب میخوره گو پروردگار گو مغفرت و رحمت میفرسته برای پدر و مادریت. حتی داملای هندوستانی هم دم سرگذشتاش نقل میکرد است که ما از چاه سعد برای مادرش کندگی بود رفته آب نوشیدیم، برای مادرشان چاه کندن بعد مردنشان. حتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر سال 1 مرتبه در مدینه یک گوسفند کشته خام تلاش میدادین برای دوگانهای خطیچه مادر ما. میگفتن که شما اینا را گیره و طلب مغفرت برای خطیچه کنید. ابوذر غفاری روایت که ابن کثیر میبیاره وقتی که در بادیه میمرن بعد از او زنشان دا وصیت میکنن که من مردم و من صالح ترین انسان ها کفن و گور و چوب میکنه درونی آغل دا یک قوچ یک قشخور کلان کردگیم گوشانه که همو را بعد مردن من کشن همو را کشته طعام پزن همو را خرانه در حق من دعا کنن. صحابه را بینه که بعد مردنش هم همی کاری خیر کرده بوده است. ابن کثیر میبیاره اینا که هر انسان من حاضی یا طبق نانی که ما میکنیم اغلبیت همین دعا برای مرده ها مونه. این منفعت هست. حتی ابن قیم جوزی هم قولای زیادی تابعین در کتاب روحش میبیاره که علامه اصبهانی میگه هر روز شنبه سری گوری پدرش میرفت در بالای گوری پدرش سوره ملک میخوند و میبخشید. یکی ای سحرها رفت میگه و زانوش قچاق کرده ایساد گوری پدرش نگاه کرد بعد ختم سوره ملک همین میگه غنا بوش برد که گوری پدرش میگم تا فرق خوی شده و آتش برآمد همین خیلی خوشروه کی همین خیلی زیبا و فربه گو پدر جان گو یا اباتی یا تا جان گو در لحد موندن دا گو چقدر ضعیف بودی چقدر زرد بودی چقدر تو خراب بودی چقدر خوشرو شده چقدر یوش شده ای کجا این فاید گو بچم هر روز شنبه سوره ملک میخونی خدا من ده هم رحمت داده که من خوشرو شدم من در عالم برزخم آباد شده. من ابن قیم جوزی در کتابش کتاب روح ده میبیاره برای همین این دعا و درود و این سوره ملک و این قدر مقصد صلوات و این قدر خیر احسان میکنیم همه این منفعت شده مرده ها میرسه و یا خرسند میشوند. مالک دینار روایت میکنه که روز نزد قبرستان میگذشتم بعد شیشتم در می بصره وقتی تماشا کردم که در درون قبرستان شوقانه و پیشتر رفتم گفتم چی گپه همین خیلی شوقانه بین روحا میگه. بعد پرسیدم که چی گپه اوخی قدر شوقانه در قبرستان اولیاء با چشم دل میبینن و گفتن که برای من که یک نفر همین تا گذشت سوره اخلاص بخشید در قبرستان بصرت فاتحه را بخشید رفت ما برای تقسیم سوره قل هو الله جنجال داریم اینه که این ثوابش من میگیرم اینه که من ولی یک روزه که ما هم عالمی برزخ و عالمی خبر رویم و میفهمیم که قل هو الله چند قدر قدر داره بعد میفهمیم که الحمدلله چند قدر قدر داره. امام غزالی میبیارم میگه زنی نزد حسن بصری آمد گفت ای دوست خدا در خوابم دیدم که دختره که 15 سالمه خودم در لحد مونده بودم همین قدر زیبا بود همین قدر میسوزم برایم دخترکم لیکن شب در خوابم دیدم که دستا و پاهاش با غل و کشنگا بستگیان همین سرش برده برابر دی بوجلا که پاش کردیم. در حقش دعا کن که پروردگار دختری من همین عذاب خلاص کنه.
چند قدر بعد میگه حضرت حسن میگه در خواب وجدید که یک همین خیلی دختری زیبا در آمد، گفت امام بزرگ مادرم پیش شما آمدگی بود، مادرم در پیغام رسون که خداوند گناههای من گذشت، رسون پیغام. گفت چی سبب شد که خداوند گناهی تو را گذشت؟ گفت یک مرد صالح به داخل قبرستان گذشت و اللهم صل علی رقتی اللهم بارک علی خان به قبرستان بخشید، پروردگار تمام فتنه های عذاب قبر از قبراشان سبو کرد. برایم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد گفته همین خوانده به حق قبرستان بخشید. گفت ما هم ممانای عذاب گور خلاص خورده ایم. صلوات پیغمبر آسمان میکشاید، صلوات پیغمبر قبر سلخین میکنه، صلوات پیغمبر گذشته های ما را خرسند میکنه، صلوات پیغمبر غضب خدا را برطرف میکنه. یک از صحابه روایت میکنه که هر صبح حضور نبی کریم بعد نماز بامداد می آمدیم زیارت میکردیم، بعد یک هفته دیرتر آمدم جناب پیغمبر میگه همین سلام کردند، خواستم با همین بامداده که حضرت چهرمون نگاه نکردن. بعد از او گفتم که فرستاده خدا قرآن شما را حکایت میکنه که شما برای مؤمنین بسیار رؤوف و مهربان، چون این خیلی میکنه؟ میگه جناب پیغمبر روشون گردوندن، گفتن برای آنکه یک هفته صلوات ما را نمیگی، ولی صلوات ما را که نمیگی ما هم رو میگردونیم. من حدیث امام احمد روایت میکنه برای همین صلوات پیغمبر، خواندن قرآن، گپی خوب، این موعظه ها، این احسان و خیر ها قسم به خدا در مردمون میرسه، قبرشون سلقین میکنه و همش مایل این ردی بلوهای در ثواب همه این صاحب خیر کوشای. حتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که در بدن شما 300 و چند بند، این میخواه که شکرانه ای را خدا میخواه به جا بیاره. 300 و چند بند، این دستای ملایم، چشم بینا، عقل رسا، زبان گویا، این خدا داده. پروردگار شکرانه ای را میخواسته، پروردگار مقصد گپ همین را میخواسته که احسان و صدقه شته. و از حضرت میپرسن که چیه احسانش؟ جناب پیغمبر فرمودن که کسی که 71 نیزه بلند میشوه میخیزه 2 رکعت نماز میخونه، او شکرانه 300 و چند بندی بدن داده. نام این نماز اشراق میگن یا نماز چاشت میگن، یعنی که 2 رکعت نمازی که 70 بلند شدن آدم میخونده شکرانه 300 و چند بندی بدن میداده. من امروز اندک کار دوت پولی های این پولی های وای پولی های این پولی امروز تا بگرم ما جا مقصد نسپاریم 1 و 2 و 3 هر جا دا میتیم که حق همیجا رو میتی به کارت پیش میروه. درگاه خدام همینه 300 و چند بند. 2 هفته پیش بود برادر من حاجی در همیجا بود، بیمار بود، نظر میکردی چهرهش عجیب بود، یعنی همو بندا کمتر ضعیف شدن، اما خدا دوباره دمو بندا با شفا را داد، با چهره سرخ شد، با بدن سرخ شد، با خیز، با راست شد. اما خدایی که چشم روشن میکنه، زبان بورا میکنه، عقل رسا میکنه، از یک قطره آب اینقدر سر و بالا انسانو میکنه، او پروردگار بسیار قدرتش بزرگه. انا همینه، این همین نام و این همین احسان و صدقه و دعا قسم به خدا همه این منفعت داره در حق مرده ها ما.